عزیز جون جونم. اگه من رنگ بودم چه رنگی بودم؟ تو سفید بودی. اگه میوه بودم؟ هلو بودی. اگه غذا بودم؟ اگه غذا بودی باقالی پلو با کردم بودی. اگه اشیا بودم؟ اگه عصای دستم بودی. آخه اگه خواننده بودم کدوم صدا بودم؟ رضا صادقی بودی. اگه آرزو بودم برای چه آرزویی بودم؟ برام یعنی کل آرزو نگاهته، نگاه هم به نگاهت. من چیزی نمیخوام جز سلامتیتون. آرزویی دارم براتون، خدا باید آرزوها رو برآورده کنه، مال همه رو، ولی همینقدر که نگاهتون میکنم آرزومه.